پشمام ریخته اینو دیدم. هر کسی آزاده چی جوری حرف بزنه، ولی من خودم چیز قشنگی نمیدونم یه خانوم محترم بگه من پشمام ریخته. تو این کتاب خانم امینی اومده با یه تعداد خانم بوده 50 تا 60 سال ایرانی مسلمون مصاحبه کرده در مورد تجربه. ببین من بوی فمینیستی افراطی رو دارم حس میکنم. قشنگ من به مرحله رسیدم نگاه میکنم مدل حرف زدن یکی میفهمم الان میخواد یک جملات فمینیستی افراطی بیاد یا نه. از صدا به خدا، از لحن میفهمم اینجور چیزا. و یه چیزی که بسیار شوکه کننده بود برای من این بود که هیچ کدومشون رضایتمندی جنسی نداشتن و لذتی از رابطه با شوهرشون نمی بردن. دوباره ما مردای بدبخت تو رابطه جنسی، بیا همه زحماتو بکش، خودتو تکون بده، ضربان قلبت تا 120 برسون، عرق ازت بچکه، نمیدونم کمرت درد کنه، پاهات بگیره رگش، پدر خودتو در بی، آخر سر آره چیز جنسی نداشتن و همه چی تقصیر ما مردای بدبخت. اصلا ما باید بریم جنگ، باید بریم برای شما، ما باید در واز کنیم، ما نفر اول باید شما رو بفرستیم. همیشه ما که ما احترام نمیخوایم، ما اصلا احساسات نداریم. همشون توصیفشون از اتفاقات شب عروسی و اون اولین تجربهشون بسیار منفی، ترسناک و یه چیزی ترسناک. تو ماهی تجاوز بود راستش. اینکه یه زن از رابطه با شوهر لذت نمیبره دو جنبه داره. یکی جنبه اولش از لحاظ شما من میدونم چیه، جنبه اولش اینه تقصیر مرد است، جنبه دومش هم باز تقصیر مرد است. آخر سر هیچ ایرادی به خودتون نمیگیرید، اینش نامردی. حرف از برابری میزنید ولی اصلا با این حرفاتون بین مردا و زنا فاصله انداختید. اینکه با بدن خودش تو صلح نیست و اینکه مرد ناکار آمده. حالا شما فکرشو بکن، یه مردی مثلا بیاد تو اینترنت ویدیو بذاره بگه زن ناکار آمده، همه زیرش مینویسن تو چه بیشوری هستی، چرا نگاه ابزاری داری به مثلا خانوم ها، ناکارآمد چیه، مگه وسیله است، مگه ابزاره. شما چی جوری همچین حرفی میزنی؟ خب فمینیستای محترم، طرفدارای حقوق مساوی، بیاین حقوق مساوی رو رعایت کنید. الان من به حقوقم ظلم شده، این خانم داره به ما توهین میکنه، بعد شما دارید دو دلیل میارید که تو رابطه جنسی اگه خوب نباشه میگی یا تقصیر مرد است ناکارآمده، یا خانومه با بدن خودش درس. نمیگی خانومه کارآمد نیست. من میگم نمیشد یه دلیل سومی هم بیاری؟ یک کم ماها مردا رو نترسونید از خودتون، بفهمیم که شما قدرت دستتون برسه. اگه تو طول تاریخ خانوما قدرت دستشون بود دنیا جور دیگه بود، نشون بده که عدالت میذاری خانم محترم. سیستمی که رابطه جنسی قبل ازدواج برای زنها فقط ممنوعه، این ناکارآمدی مرد رو پنهان میکنه. چرا؟ چون مقایسه نکردی با آخر سرش هم نسخه خودشو پیچید دیگه، حرف ته دلشو گفت. میدونید چرا ما خانوم ها خیلیامون رابطه جنسی داریم با شوهرمون حال نمی کنیم؟ خب خانم محترم، حال نمی کنی برو طلاق بگیر. داری با یه طرفی زندگی میکنی، پول تو میده، نون تو میده، آب تو میده و تو نارضایتی جنسی داری بهش هم نمیگی؟ این خیانت نیست؟ دوست داری یه مردی با تو این کارو کنه، بیاد هر شب تو رو دخلتو در بیاره بعد بهت بگه وای چه حالی میکنه، تو ته دلش حال نکنه؟ این کار اخلاقیه؟ این کار اخلاقیه؟ آخر سرم میگه چون خانوما تو فرهنگ عقب افتاده ایرانیا و افغانستانیا نمیتونن رابطه های جنسی زیادی داشته باشن، بپرن از این بغل به اون بغل، مثل مردمایی که داریم میبینیم توی سری کشور غربی دختر از 15-16 سالگیش پدرش دیگه بهش نمیتونه هیچی بگه، خانواده دیگه نمیمونه، هیچ کیو نمیخواد بگیره، همه روابط مسخره و سطحی شده. آمار حتی ول کن بابا، یه چیز اینقدر ساده است من چی بگم، فقط ناراحت میشه آدم قلبش درد میگیره.